امروز اومدیم عجیب ترین خوراکی‌های بازار رو امتحان کنیم. چی دوباره آوردی؟ تو از اونجایی که من میدونم از غذاهای آسیایی شرقی، ژاپن، کره اینا خوشت نمیاد. نه میخوام امتحان گوشت آها میخوام ببین مثلا تو سوشی میدونیم ماهی داره، ماهی میخوریم خب، اما اون غذا دریایی هم دوست ندارم. اما اون چیزای روش و اون چی؟ غذا دریایی هم دوست ندارم. ای وای ای عادت میکنی خب تست کنیم ببینیم چیه. آماده ایم؟ ببینیم چیه. برو بریم. اولین چیزی که برات آوردم هست مثلا چیه؟ رفتم از آقای خرچنگ گرفتم. چی گرفت؟ جلبک به طعم اسپایسی. آماده ای؟ آماده. بفرمایید با شما کار دارم. اینا رو مثل اسنک خوراکی مثل چیپس پفک اینا میخورن خب، یعنی جلبک غذاییشون نیست، جلبک اسنکیشون. به به سبز لجنی چه بویی داره. خب آره بوش بد نیست. چه بویی داره. بریزار تو اشغال. خوبه همه بس. یه چیزی داره درشون. فکر کنم مثلا نمکه. بوگی. خب من نمیدونم چیه، دروغ چرا. بوگی نه. بده ببینم میشه. Don't not it. نخوره. واقعا بوگی. بوگیر نیم برای فکر کنم ضد کپک و ایناه. نمیشه کلین پک. سیلکا ژل. قطعا من اینو بخواستم بزنم رو بخورم. ببین از یه پر سبک‌تره. گازی میزنی یا مثل من تا میکنی یا هویی کاراشو میکنی؟ یه تیکه ازش باید بخور. یه تیکه بزن. اینو میخوای یه تیکه از این بکنم؟ نه همین یه تیکه. خودت. بیشتر بخور. کت شدی؟ مزه خاک دریا میده دیگه. بده؟ نه نمیخورم. بخور. واقعا جدی. طعمشو بخوام بگم، اگه خورده باشید که میدونید، اگه نخوردید مزه آب شور دریایی میده که مثلا اون یه تیکه بگذاریم. خیلی بد مزه است. راجع به مزهش حرف نمیزنم. 1 تا 10 چند میدی؟ اصلا در حد امتیاز دادن نیست. بعد من آخه یه ذره ازش خوردم این مزه رو گرفتم. خب شاید با کامل میخوردی؟ ولمون کن بابا. خب خوشت نیامد نه؟ حالا با اون حال نکردی. خب مثلا من کرانچی فلفلی دوست دارم اما پنیری نه. تو شاید اسپایسیشو دوست نداشتی، برات یه طعم دیگه‌ش هم گرفتم با طعم واسابی. ببین واسابی هم ذاتاً تنده، یه سس بیس تندیه، ولی فکر کنم یکی خوشمزه تر باشه. اون برو نمیده، بوش کمتره. بوش واقعا کمتره. یه دونه شد. تو یه دونه میخوری؟ نه من یه دونه کامل نمیخورم. نه یه دونه کامل نمیخورم. حیفه. خب نصفش کنیم. نه من یه ذره ازش. نصفش کنیم. بچه‌ی پشت صحنه هم میدیم. بیا. من نصف. نه تو اونو بخور.
من همینا بستم. نه کامل بخور. کامل بخور. فکر میکنی بدم میاد؟ آره. من همیشه فکر میکنم که شاید واسابیش خیلی تند باشه. بفرمایید بچه پشت صحنه. بچه پشت صحنه بگیرش. ما هم دیگه میخوریم ببینیم چی میشه. سلامتی. سلام. میخوام همشو بخورم. این قابل تحمل تره. تنده، شوره، مزه دریا میده، مزه ماهی میده. چی دیگه بهتر از این؟ میخوای جلبک خوش شده تازه یه تیکم افتاد رو پام که الان میخوام. مزه ماهی خام میده. خب با مزه ماهی نه مزه دریا میده. بیا با هم یه منطقی برخورد کنیم. مزه دریا میده. مزه ببین موقعی که میخوری تشتو ببرم مزه کن. انگ گذاشته نه واقعا احساس میکنید کنار یه اقیانوسه که تا حالا کسی به اون ساحلش نرفته نشستی و داری اسنک میخوری. آماده ای بریم بعدی؟ چند؟ ارزون نیست، خوش قیمته. چند؟ دونه 250. باز اوکی. خب چند میدی؟ یعنی پول یه پرسیل کباب دادی اینو گرفتی؟ مفیده. میدونی چه چیزای مفیدی درونش داره؟ کلی چیز مفید داره و خب جذابه و تازه است و خوشمزه است و چلو کباب خوشمزه تر نیست. 1 تا 10 به جفتش هم میدی؟ با هم دیگه امتیاز بدیم. 3 2 1 6. اقرا واقعا جفتش رو هم 1. واو خیلی بد غذایی. بعد غذا هم خیلی بد غذایی. من پیشنهاد میکنم حتما یه بار رو امتحان کنید. واسابیشو یه خورده چیزای تندتر میآوردی اشو کردی. جدی. بریم آیتم بعدی تندش کنیم. به ازت چی آورده؟ این چیه؟ شما اول ببینید. این چیه؟ این مثل چیپس میمونه، مثل پفکندی میمونه بهتر بخوام بگم. خب ببینم تندش خوشت میاد؟ گفتی تندش کنیم. 2x اسپایسیه. روشم نوشتی کره‌ایه بسید. حتما کره‌ای. واو اینقدر خب نزدیک بود بریزه. خب من اینا رو بگیرم دستم. نه یه دونش کافیه. اینجا رو نگاه کنید. یعنی چیپس میمونه. قیافه شبیه دوگبوگیه اگه اسمش رو اشتباه ندارم، فقط کوتاه‌تر. بخوری؟ تنده دیگه. تون نیست بیشتر شیره. اوه اومدم یکی دیگه بخورم. وای بذار بهتون بگم چجوریه. این بی‌ناموس اول شیرینه و گولتون میزنه و بعدش هرچی میگذره تندتر میشه و دقیقا میشه. وای و دقیقا میشینه اینجا رو هنجرتون و قلقلکش میده و خچه بایستنه. من میگم بذار به کارشون برسن. ببین من هنوز دارم میسوزم. من هنوز اما دوست دارم یکی دیگه هم بخورم. یک کر میده. ببین اینجا رو قلقلک میده علنا اینجا، ولی یهو خیلی تنده. یهو تند میشه. آره یهو خیلی شیرینه. یهو مثلا داری یه آب نبات میخوری یهو وسطش یکی فلفل میده. یه سورپرایز. من اومدم. بریم آیتم بعدی یا یکی دیگه بزنیم؟ بریم آیتم بعدی. فکر نکن آیتم بعدی قراره بهت خوش بگذره. گفتم قرار نیست بهت خوش بگذره. برات آب نبات آوردم. آب نبات؟ آره آب نبات تند.
نه تند اوکیه معلوم بود ولی هنوز معلوم بود. آب نبات تند 24 گرمه، میگن میتونه یه فیلو بندازه. این همین 24 گرم من سکم گرفتم ویدیو را و داخلش یک دونه آب نباتی. چی؟ یعنی تموم شد بستش، هیچی نداره. یه خورده پودرم داره که پودرایی که از خودش ریخته. خب من میگم بزن به این پودره. خب آره بعد استفاده کن. خوبه که اتفاقا پودرش میزنه، چون آب نباته لیس میزنی دوباره میزنی تو این پودره. چی بوی فلفلی میده؟ فقط فلفل داره. بفهم شما اول شروع کنید. من یه گاز من بزنم. باید گاز بزنم یا باید لیست بزنم؟ من میگم گاز بزن بعد بجو. نمیشه. سفته؟ یه خورده میک بزن. من پایینش بکنم تا بالا. تو پایینش بخوام از سرش بخوام. مزیل هواشک میده. جدی؟ نواشک نواشک قشنگ نواشک منتها خوبیش میدی چیه؟ اونقدرم تونی این واقعا خوبیش اینه لیس میزنی دوباره میزنی تو این پودره که تشه. میدونی یعنی تو همیشه یه تندی دائمی داری به نظرم. میارزه به امتحان کردنش و حتی خریدنش بعضن وقتی میخوای کرم آخه نمیدونی میخوای تند بخری یا آره دیگه. من ولی فکر میکنم خیلی تندتر از این باشه، حتی رو بسته بندیشو از حجم این پودری که روشه. من یه چیزی یاد رفت، به قبلی چند میدی؟ از تندی؟ از مزه تندی مزه که بهش 5 میدم ولی تندی بهش 10 میدم. تندی 10 میدی؟ من تندی 10 نمیدم. من به قبلی مزه 7 میدم چون شیرین و تندی خیلی سخته بنظرم توی یه چیزی باشه با هم. تندی بهش 6 میدم. تندی بهش 6 میدی؟ آره به نظرم چیزای تندتر وجود داره. فلفل کبابیای بعضی کبابی کثیفا رو دیدی انقدر. اون که آماده آیتم ویژه این ویدیو هستی؟ آیتم ویژه عاشقش میشی. چی هست؟ رفتم برات از دل بازار چیپس خریدم. چیپس همه اینه که خوردیم چیپس بود. یه چیپس ویژه. آماده ای؟ آره. بریم بیاین. آیتم ویژمون چیپس ماهی شوره. این ماهی ها مردن، کشته شدن، به قتل رسیدن و اینا رو خشک کردن در یک فرایندی و در یک فرایندی که خشکشون کردن در همون فرایند چیکارشون کردن؟ نپختنشون، شورشون کردن. خشکی یک روش فکر کنم پختنه. این گوگولی نه این خیلی گوگولی نبود، این گوگولی تره. آره این گوگولی چیپس ماهی خشک شده است. چشماشو نگاه کن چقدر خوشگله. وای 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 چه بوی بدی داره. وای وای دروغ میگه، بوی بد نداره، بوی دریا داره، بوی اقیانوس داره، بوی احساس می‌کنی داری چی شد؟ برو خب من صحبت میکنم مثلا این تو فکر کنم بیشتر از 70 تا ماهی خوش شده باشه که یه نفر اینا رو کشته و خوش شده است. نمیای دوست داری فراری کنی خودت رو، بیا یه دونه امتحان کن. بذار اونی که خار نداره رو به نظرم این خوشمزه میاد اما خیلی لاغره. آها اینا داداش اومدن بیرون، بیا اینا رو من لطفایم خشکمون کردم. این بریم از اون خار داره؟ نه نداره. خوشگله. ببین گاز بزن. ماهی زیبا رو داداشا قربه تو اینا رو آدما میخورن؟ حیوونا میخورن؟ آکواریوم نمیدونست. بابا
خیلی کار سختیه این گرون. اگه من قرار بود اینا رو زنده بخرم ارزونتر بود. ببین چه فرایند سختیه. آماده ای؟ خداحافظ با این کوچولو. رفته و گوشت داره و خوشمزه است. من تماتون شوره، فقط شوره. فقط من دومشو نمیخورم. این کلش زشته. این کلش خوشگله. کلشون رو فشار میدید صدا میده. بابا انقدر بد نمیخوری دیگه. بدم خب تهش خوردی بیا سرش رو خور. باشه پس سلامتی خودتون. من ویدیو رو تموم میکنم. موضوع خوبی داره. دوستتون دارم، حتما حمایتمون کنید. ممنون میشم حمایتمون کنید. به یک چنل تازه کار جون میبخشید. امیدوارم که بتونیم بیشتر براتون ویدیو درست کنیم. ما نه به ارگانی وصلیم، نه به سازمانی وصلیم، نه به جایی وصلیم. حمایت های شماست که باعث میشه ما روز به روز ویدیوهای بیشتر براتون ضبط کنیم. دوستتون دارم.